با نماز کمک بخواه. اگر در زندگی مشکل داری، با نماز کمک بخواه. اگر در مالت خسارت دیده ای، با نماز کمک بخواه. و اگر وظیفه خوب نیافتی، با نماز کمک بخواه. اگر موفق به ازدواج نشدی، اگر میان تو و همسرت نزاع و کشیدگی ایجاد شده، اگر فرزند نداری، با نماز کمک بخواه. اگر مصیبتی بر تو آمده، اگر چیزی را نفهمیدی و درکش برایت مشکل است، و اگر سخن را خواستی به یاد بیاوری ولی فراموش کرده ای، با نماز کمک بخواه. هرگاه جامعه صالحی برای زندگی نیافته ای، با وسیله نماز کمک بخواه. هرگاه دلت تنگ شده، هرگاه مردم از تو متنفر